زنی دوم گرفتن برای هر مرد جایز نیست. زنی دوم گرفتن برای اون مردهای جایز است که اونها توانی مالی دارند و نان و نفقه زن کاملا ادا کرده میتوانند. اون مردهایی که نان و نفقه دادن نمیتوانند برای اونها جایز نیست، بلکه حرام است که زن بگیرن، زنی دوم یا زنی سوم بگیرن. متاسفانه در همین مهاجرت بسیاری مردهایی را میبینیم که زنی دوم میگیرن. یعنی یگون زنی مهاجر با فند و فریب با وعده های بر دروغ در نکاحشون میدرارن، ولی اونها را در تنگنا قرار میتین. زنی بیچاره خودش کار میکنه، خودش پول کوارتیر میتیه، خودش برای نان و نفقش خودش مهنت میکنه و این مردک همچون مهمان در یک هفته یک بار میبیویه، کیف صفا میکنه و میخیزه میروه. آیا این ظلم نیست؟ جوان مردها، مردانگی این نیست که نام مردی داشته باشی و نام مردانگی داشته باشی و لباسهای مردانه داشته باشی. ایرا مردانگی نمیگن، ایرا نهایت نامردی میگن. من اون مردی که به همسرش ظلم میکنه، نان و نفقه‌ش نمیتیه، خصوصا همی زنهای دیومه با فند و فریب میگیرن و در تنگنا قرار میتین و حتی من شنیدم که زنک میگیره و نکاح میکنه، میگیره و هم وقتی که تاجیکستان که رفت او را طلاقش میته میروه پیش زن یکمش. من همین خیلی مردها را مرد حساب نمیکنم. وای بر حال چنین مردهایی که بر همسراشون ظلم میکنن. در لفظ حدیث وعید سختی آمده است برای اون مردهایی که در بین دو زن عدل نمیکنن. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی که دو زن داشته باشه و در بین همون دو زن عدل نکنه، در نان و نفقه دادن، در جای خوب تأمین کردن، اگر عدل نکرد، یکیش خوب تأمین کرد و یکیش تأمین نکرد، در روز قیامت نصف بدن او ساقط است، نصف بدن او کار نمیکنه، یعنی شل میشوه. وقتی که از قبر میخیزه به محشرگاه قیامت و پیشگاه خداوند قائم شدن با یک ذلت خاری میروه، با یک عذاب و شکنجه میروه. مردهایی که دو زن داری و در بین زنهاتون عدل نمیکنی، دو زنه ها اوسو بیسته، همون کسایی که یک زن دارن و برای همون یک زن عدل نمیکنن، در پیشگاه خداوند برای این زنها جواب میگن. زن بنده خدا هسته و حق بنده را تلف دادن خیلی خطرناکه. اگر حق خداوند باشه، خداوند توبه میکنه یا استغفار میکنه، خداوند میبخشه، ولی حق بنده را خداوند نمیبخشه مگر اینکه همون خودی همون بنده ببخشه. شما از این نمیترسه که روز قیامت همون همسراتون از گریبانتون بکشن؟ از الله بترسه، او کسایی که دو زن میگیره و در حق اونها ظلم میکنه، زنهای مهاجر میگیره و با وعده های بر دروغ در نکاحتون میدروره و ولی اونها را در تنگنا قرار میتیه. بیچاره خودش کار میکنه، خودش پول کوارتیرش میتیه، خودش برای خوردن و برای پوشیدنش خودش مهنت میکنه. وای بر حال شما برای مردهایی که دعوای مردی میکنه که ما دو زن داریم، با تعریف میکنن که ما دو زنه ایم، ما دو زن داریم، با یا زنه ها را تنقید میکنن که شما عدتون هیچی نمیبیه. وای بر حال شما برای مردهایی که زن دیما میگیری و حقوق آنها را پایمال میکنی. زنی خونه زنی دیمت رنگ مهمان میره در یک هفته یک بار. از نان و نفقه او بیچاره اگر بیمار شود نه داروش میگیره و نه او را سراغ میکنه، برای پول کوارتیرش خودش مهنت میکنه. یا همین است مردی شما؟ از الله بترسه. او کسایی که زن دیما میگیره و اونها را در تنگنا قرار میتیه. زن دیموس بیسه، همون کسایی که زن یکم هم داشته باشن، همون زن یکم اگر حقوقش پایمال نمیکنن، در پیشگاه خداوند ظالم به شمار میروند. کسی که ظلم میکنه خداوند او را هلاک میکنه. وقتی حقوق یک بنده را پایمال میکنی، نان و نفقهش نمیتی. در نان و نفقه دادن سه چیز ضروریه: جای خوب تأمین کردن، خوردن و پوشیدن. هر مردی که این سه چیز اگر تأمین نمیکنه، در نزد خداوند جواب میگه. در دیگر حدیث هم اومدگی است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یکی شما به مثل چوپانی هستی. چگونه ای که چوپان برای سری هر یک گوسفند در نزد مولاش جواب میگه، شما هم همچنین برای
همسر و فرزنداتون جواب میگی. ایرا فراموش نکنی. مردها از الله بترسه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مردها را برحذر داشت که شما در حق زنان از الله بترسید، چون که اینها خدایی دارن که از شما انتقام میگیرن.